حسین چیکار دارم چیکاری نمیشه که نجام تیا غزل بخونه یاد ندارم. باید قدیمه بوده والله این چیز یاد است یا میبینم نظر بایدش مونده هم باید نظر بخونه بیا بیا جانانه دوده برا از خانه نقب و خب بگویم مردم اجده دیوان ها خلاص دیگه خلاص یا باید چرا قدیم که میخونده بی حاجی مولا ما چرا میگفتی من تای گوی زدم رفت در وادرین بریم خاک نخته میکن نیم سیر لای خورده بعد از دکترها سری تیر کرده لای درشکه میشه عمل که کشه گرفت باش ده یعنی ضربه که خورده بی خودم لای خاک کوچه که فریبان بوده کش داره نقاو خاطر چی زده نه خاطر همی که شما جنگ شما تا گپ بی معنا زد بالا که دیگه پوکیدری بودم تای گوی زدم خیلی زد 3 متر از بالا دم کوچه فرش تا شالش التا مردن نیم سیر خاک خورده با کسی ملامت نگذره ملامت کی ملامت که میتونست اون وقت اشرفی بودم که دم کوچه میگشتم نر میدیدم شاشه میکرد مادر میدیدم یا تو دیگه کار رسیدم مگه سید احمد دیش نو نو بالا کردم تا اشاره که زدم همین کرسیش بزز مرمی بریده بر دیوار خورد سید کار شده خوش کرد کار رسیدم نامبای بود سید احمد نام بود بریک چرپی نان نمیتم یعنی گفت من دروازه آمدم بیشتر گفتم نر بری ام پیش سرش گشته که زدم کرسی کانده شرادم دیوار خورد در تاندر ندارم نه خودش کن تای چپرکات پتر که یک ساعت گشگیم بود یک سال من تا دوستان دارم